در این خصوص گفتگویی داریم با خبرنگار گروه ورزشی ایرنا همکارمون جناب آقای آرش عبدی که اول سلام عرض می‌کنیم خدمت آقای عبدی. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبان گرامی، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. آقای عبدی، خبر رو که خوندیم شنیدید، شما هم توضیحات تکمیلی شما رو میشنویم راجع به این دیدار با روسیه، تیمی که خب دیدارهای رسمی هم نداشته مدت زیادی و حواشی اون. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. همونطور که در برنامه قبل صحبت کردیم، خب تیم روسیه تیم قدرتمندی محسوب میشه. درسته که حالا سالها نتونست در دیدارهای رسمی به میدان بره، اما به هر حال تیم قابل احترامیه. اما در بازی با ایران شاهد بودیم که به نوعی تیم دومش رو فرستاد داخل زمین تیم روسیه و همه بازیکنانی بودن که به جز دروازه‌بانشون که در لیگ داخلشون بازی می‌کردن، چند تا ستارهشون حالا نیمه دوم به عنوان بازیکن تعویضی اومدن. اما مشکل اصلی این بود که ما خیلی بد بازی کردیم و هیچ امید خاصی نمیشه به این بازی داشت. اینجور اصلاح کنم که تیم ما واقعا ناامیدانه ظاهر شد اگه بخوایم راحت صحبت کنیم و همین مسئله باعث شده خیلی از منتقدان فوتبال ایران بترسن از جام جهانی، از همین الان هشدار بدن و حتی الان برخی کارشناسان عنوان میکنن که تا دیر نشده باید کادر فنی تغییر کنه. اما من همچنان اعتقاد دارم که مشکل اصلی تیم ملی نیروی انسانی در زمینه بازیکن. ما واقعا با محدودیت مواجهیم. ما مجبوریم که از بازیکن 37 ساله در خط دفاعی استفاده کنیم. در کاوا ما شاهد بودیم که آقای قلعه‌نویی چند تا بازیکن امتحان کردن در خط دفاعی اما هیچ کدوم جواب ندادن. در این بازی آقای ابرقویی نژاد فکر کنم بازیکن پرسپولیس در ترکیب حضور داشت. به نظرم عملکرد خوبی داشت. ای کاش چند ماه زودتر به ترکیب اضافه میشد. اما با این حال تیم ملی در بازی با روسیه خیلی سردرگم بود. هیچ هدف خاصی رو نمیتونستیم ببینیم در زمینه تاکتیکی آقای قلعه‌نویی. متاسفانه نمیدونم چرا هیچ اتفاق مثبتی در این تیم رخ نمیده. حالا درسته ما بازیکن با کیفیت الان خیلی کم داریم، اما با همین بازیکن‌ها هم نتونستیم یک بازی حداقل آبرومند به نمایش بذاریم. بازی رو باختیم. در خبرتون عنوان شد که 2 گل خوردیم، چند گل نخوردیم و این عین واقعیت بود. بله. حالا شما خودتون فهمید علت این که تیم ضعیف بازی میکنه، البته یه علتی رو شما الان اشاره کردید که شاید دیگران کمتر بهش دست روش میگذارن و همیشه سعی میکنن که به حساب رابطه خودشون رو با بازیکن‌ها تقویت کنن، عوامل دیگه مدیریت، کادر فنی اینها رو بیشتر نقد کنن. شما امروز خیلی با صراحت کمبود بازیکنان، یعنی فقر بازیکن فنی اشاره کردید که این نکته جدیدی برای خودم بود. ولی واقعا چطوریه که این بازیکن‌ها، ببین الان شما گفتید دفاع 30 و چند ساله، منظورتون میگم شجاع خلیلزاده باشه. خب شجاع خلیلزاده مثلا بخوایم تو این بازی همین یه بازیکن رو نگاه کنیم، بقیه هم حالا طبعا مثل همین بودن. اون هدی که میزنه توپ برمیگرده پشت 18 و منجر به شوت اونها و گل شد، اون هدو شجاع زد. یعنی اصول کلاسیک کار تا اونجایی که ما تئوری شنیدیم میگه دفاع وقتی سر میزنه باید به طرفین بزنه، هیچ وقت سر رو به پشت یا همچین بازیکن با تجربه ازش بعیده که تو اون لحظه توپو به صورت پاس گل مستقیم به نفر ایستاده پشت خط 18 بده. ولی همین شجاع خلیلزاده هم اونجایی که دروازه‌بان بیرامند جا میمونه، همین شجاع توپو از اون خط در میاره. یعنی انگار بضاعت ما همینه. شما مثلا بهتر از این داری؟ مثلا امروز ابرقویی رو آورد کنار شجاع گذاشت، جواب داد. به نظرتون مثلا ابرقویی به عنوان یه بازیکنی که خود ابرقویی هم با سنش کم نیست، دیر ظهور و بروز پیدا کرده در فوتبال ما، ولی واقعا داریم اون جوانانی که مد نظر شما هست؟ این یه سوال. دوم این که بعضیا میگن کادر فنی عوض بشه، خب به نظر کادر فنی الان یه احساس مسئولیتی میکنه به خاطر اینکه فرصت کمی تا جام جهانی مونده. یک بارم این اتفاق رخ داده در جام قبل، یعنی تو فاصله کوتاه آقای کیروش رو آوردن، نتیجه نگرفتن، رفتن از انگلیس 6 تا خوردن. شاید فکر کنن دیگه این کار تکرار نمیشه. نظرتون چیه؟ بله، همونطور که شما فرمودید. من اول درباره شجاع خلیلزاده صحبت کنم. خب بازیکنی که در دوران کارلوس کیروش ذخیره بود در جام جهانی و پس از که این مربی رفت شروع کرد به انتقاد کردن از آقای کیروش و شد مهره محبوب آقای قلعه‌نویی.
انتقادها از شجاع به قدری زیاد شد که آقای قلعه‌نویی ترجیح دادن ایشونو به کافا نبرن و مدافعان مختلف رو امتحان کردن. در این بازی هم طبق بازی قبل درسته یه توپ از رو خط کشید بیرون، اما اشتباهات متعددی داشت، همونجور که شما گفتید روی اون گلی که دفع ناقصی داشت مقصر بود. حالا درسته یه توپ ناجی تیم ملی شد، اما تعداد اشتباهات وقتی زیاد بشه اونم در خط دفاعی برای هر تیمی میتونه مرگبار باشه. البته نباید فقط خط دفاعی ما مقصر بدونیم، ما ساختار دفاعی که دوران خوب توپ به فوروارد نرسونه، بله. تعداد توپایی که رو دروازه میاد بیشتر میشه، اشتباهات خط دفاع هم بیشتر میشه. دقیقاً یعنی معروف میگن گل که میزنن همه گل میزنن، گل که میخورن همه گل میخورن، ولی اینجا ما روی مثلا همه دست گذاشتن رو شجاع. دقیقاً گل دومی که ما خوردیم همه هافک‌های میانی بجز سامان قدوس فقط نظاره‌گر بازیکن روسیه بودن که چطور داره شوت میزنه. ببینید همون روز که آقای قلعه‌نویی انتخاب شد به عنوان سرمربی تیم ملی، ما مربیان بهتر از ایشون رو در فوتبال کشورمون داشتیم که حالا به هر حال نسبیه دیگه، همیشه هست سرمربی انتخاب شه. اما حالا که ایشون هستن بله. الان زمان تغییر وجود نداره. من دفعه قبلا عرض کردم خدمتتون. خب این زمان تغییر، من یه چیزی گفتم، این احساس مسئولیت بهشون دست داده، چاره‌ای نیست، انگار باید تغییر حس میشه ولی زمانش مناسب نیست. تو این وضعیت شما چجوری توصیف میکنید؟ شاید بهترین روش این باشه که دستیاران آقای قلعه‌نویی هیچ کدوم از این دستیاران سابقه پررنگی در مربیگری نداشتن، پس چطور میخوان به تیم ملی کمک کنن؟ و احساس من این که بر اساس رابطه‌های شخصی که حالا آقای قلعه‌نویی از یک سری بازیکن سابقش آشنایی داره، دوست هستن، داره از اون استفاده میکنه. هومن افاضلی، آندرانی تیموریان، رحمان رضایی، اینا هیچ کدومشون سابقه مربیگری چندانی ندارن و همون دوره کوتاهی هم که داشتن بعضی از اونها مثل رحمان رضایی در تیم ذوباهند به یک فصل هم نرسید. پس چطور انتظار داریم که اینا بتونن به آقای قلعه‌نویی در مواقع حساس کمک کنن؟ و همونجور که گفتم الان به قول شما چاره‌ای نیست، باید با همین کادر ادامه بدیم، چون اصلا وقتی نیست در این مدت 7-8 ماه اگه مربی خارجی هم بیاریم هر نتیجه کسب بشه که ایشون گردن نمیگیره، میگه فرصتی نداشتن. یه بارم این تجربه شده. بله، آقای کیروش جای آقای اسکوچیچ اومدن و بهتره با همین سرمربی پیش بریم، به شرطی که آقای قلعه‌نویی انتقادها رو بشنون. ایشون به شدت علیه انتقادها موضع‌گیری میکنن، در حالی که خودشون منتقد شماره یکی آقای کیروش بودن دورانی که آقای کیروش در ایران حضور داشت و بدونن که کسای دیگه هم هستن که دلشون برای این تیم میتپه، تیم ملی کشورمونه و آرزوی حتی منتقدان آقای قلعه‌نویی و مخالفانشون این که این تیم در جام جهانی بدرخشه. اما با این شرایط متاسفانه حتی حامیان ایشون هم در حال تبدیل شدن به مخالفان آقای قلعه‌نویی هستن. بله، خیلی ممنون. آقای قلعه‌نویی هم که ماشاءالله نشونده بازی رو خوب بلده، وقتی که نتیجه گرفتن سخت میشه کار، در حواشی خوب میجنگه و دار و دسته‌ای داره و فعاله و به قول معروف بازی رو بلده. ولی خب کاش که تیم نتیجه بگیره و بازی برای ایشون هم راحت تر از اینه که هست بشه. نه فرصت هست یا نه، من این نکته بگم، یه انتقادی که در خصوص آقای قلعه‌نویی میشه این که ایشون در دورانی که حالا در باشگاه استقلال حضور داشتن یا تیم‌های دیگه معروف بودن به مدیریتشون، یعنی مدیریتشون بر مسائل فنی غلبه میکرد، اما در تیم ملی ما این مدیریت رو نمیبینیم. احساس میکنم که چند تا بازیکن حالا با تجربه و مطرح هستن که در تیم ملی حرفشون بروتره و کاری به مسائل تاکتیکی ندارن، اونجور که خودشون صلاح بدونن بازی میکنن و احساس من این که یه اصطلاحی هست در بین فوتبالی‌ها که میگن سرمربی رختکن از دست داده و فکر می‌کنم این مسئله برای آقای قلعه‌نویی هم صدق میکنه و ایشون به نوعی مدیریت تیمو از دست داده. بله، خیلی حرف سنگینی دارید برای آقای قلعه‌نویی میزنید. من مثلا ایشون فکر کنم خودش بهش بگی که تکنیکت ضعیفه انقدر ناراحت نشه که بگی رخشن رو از دست دادی. خلاصه حواست باشه آقای قلعه‌نویی ببینتت یه چالش خوب با هم داری، چون دست رو نقطه حساسش گذاشتی. ولی این مسئله‌ایه که خیلی‌ها براش دارن میگن این مدیریت قدیمی شاید جوابگوی شرایط امروز نیست. به هر حال امیدواریم تیم ملیمون با بازیایی مثل بازی روسیه و بازی‌های دیگه بتونه بیشتر انجام بده و بیشتر به رفع معایب خودش و رفع اون مشکلات مدیریتی که شما گفتید اگر وجود داشته باشه بپردازن. خیلی ممنون از خواهش می‌کنم. بله.